العربية بين يديك، سلسله آموزش زبان عربی، بخش سوم، السکن، سکونت و بود و باش. درس 22. التدريب الأول. تمرين أول: صل بين قطعة الأثاث والمكان الذي توجد فيه. البته در اینجا 4 عنوان داریم، 4 عنوان رئیسی که البته به شکل غیر مرتب این سامان و وسایل در زیر آن گنجانیده شده، غیر مرتب. ما باید هر چیزی که مربوط به اتاق نشیمن است به شماره 1 وصل کنیم و چیزهایی که به حمام یا تشناب ارتباط داره او را به شماره 2 و به اتاق خواب شماره 3 و به مطبخ یا آشپزخانه شماره 4 وصل کنیم. بعد از این به تدریب یا تمرین دوم انتقال میکنیم. اشر الى الصورة التي تسمع اسمها. شما همان نامی را که میشنوید عکس آن را در اینجا پیدا کرده و در آن اشاره کنید. الاثاث، الاثاث. اریکتون، اریکتون. سجادتون، سجادتون. سخانون، سخانون. لغات اضافی این درس ببین، بشنو و تکرار کن. البته چنانچه در اینجا شما میبینید که تقویم است، تقویم ماه محرم. محرم یکی از ماه‌های قمری است، بلکه اول ماه قمری است. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاول و جماد الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعده و ذو الحجه. البته در این درس ایام هفته را یاد میگیریم که آغاز آن از شنبه شروع میشه. السبت، الاحد، السبت شنبه، الاحد یک شنبه، الاثنین دوشنبه، الثلاثاء سه شنبه، الاربعاء چهارشنبه، الخمیس پنجشنبه، الجمعه جمعه. بعد از آن با تمرین شماره 1 آغاز میکنیم. اکمل ایام الاسبوعی. البته در اینجا از 7 روز 3 روز آن نوشته شده: السبت، الاثنین، الجمعه. شما به ترتیب ایام باقی مانده آن را یا ایام ناقص آن را تکمیل کنید. تمرین دوم: رتب ایام الاسبوعی. شما نامهای هفته را مرتب بنویسید. البته در سطر اول تماما اسمای هفته غیر مرتب نوشته شده. شما از شنبه آغاز و به جمعه ختم کنید. تمرین سوم: اشر الى اليوم الذي تسمعه. شما همان روزی را، نام همان روزی را که مشنوید
به آن اشاره کنید. الثلاثاء، الخمیس. تمرین چهارم، قل اليوم الذي يشير إليه المدرس. نام آن روزی را که معلم به آن اشاره می کند نام ببرید یا اشاره کنید. السبت، الاربعاء. درس 22 در همین جا به پایان رسید.